بسم الله الرحمن الرحیم. سورة هود علیه السلام، آیه مبارکه ششم الی 12، صفحه 222. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیه قبلی عظمتش را بیان فرمود که انسان در هر حالتی که بوده باشه الله از اعمال از او آگاه هست. در این آیات مبارکه رب العالمین این را بیان میکنه که قسمی که الله خالق است، رازق هم است، همه مخلوقات رزقش را الله میده و همچنان رب العالمین نشانه های قدرتش را برای انسان ها بیان میکنه و این که انسان در دنیا به خاطر آزمایش آمده و الله نگاه میکنه که کدام بنده عمل نیکتر انجام میده و خصوصیات انسان ها را الله بیان میکنه. هم از انسان های که سپاسگزار الله هستند، از انسان های که ناسپاس هستند الله بیان میکنه. الله متعال می فرمایند و ما من دابت فی الارض، نیست هیچ جنبندی در زمین، الا علی الله رزقها، مگر به الله متعال رزق از او است. همه مخلوقات را، انسان هست، حیوان هست، همه را الله رزقش برش میده. وقتی که انسان نگاه میکنه به دنیای عجایب، جهان وحش، حیوانات بری و بحری، عجیب است، یک سلسله زنجیری را الله ایجاد کرده که رزق همه مخلوقات الله میرساند. و یعلم و میداند الله متعال مستقرها، مکان دنیوی آن را، و مستودعها، و خانه قبر را. در دو حالتی که انسان زندگی میکنه، حالتی که در دنیا هست الله او را میدانه، عالم برزخ که خانه قبر هست، اوجا هم عجیب یک دنیای هست که انسان صالح در نعمت است و انسان گناهگار در عذاب است. الله حالت قبر و حالت دنیا را، حالت انسان میدانه. علما ذکر میکنند که اسباب رزق را الله میده، خو رزقی که با برکت میشه چگونه میشه؟ انسان وقتی که تقوا پیدا میکنه، طبقی که در قرآن الله میفرماید که انسانی که تقوا پیدا میکنه الله رزقش را زیاد میکنه. کسی که به کثرت استغفار میخونه الله رزق حلال برش بیشتر میکنه. کل فی کتاب مبین، همه در لوح محفوظ است، همه رزق و روزی و مرگ و مردن و همه چیزها در لوح محفوظ درج شده. و هو الذی، الله ذات است، خلق السماوات، پیدا کرده آسمان ها، و الارض، زمین ها. بار بار پروردگار از خلقت آسمان ها و زمین در قرآن یاد میکنه، چون عظیم است. وقتی که انسان نگاه میکنه به این زمین، هر قدر انسان بره این ختم کردن نمیتونه. و این زمین در مقابل سیارات دیگی که الله در نظام شمس به وجود آورده بسیار کوچک است. پس اینجا هست که انسان عظمت الله را پیدا میکنه. الله آسمان و زمین را پیدا کرده فی 6 ایام، در 6 روز دنیا. خو الله میتونست که آن واحد پیدا بکنه. تعنیل بر انسان الله یاد میده که زندگیش را به عجل انسان پیش نبرم. و کان عرشه، و بود عرش پروردگار، علی الماء، بر آب. یعنی پیش از خلقت آسمان و زمین آب و عرش الله بود. لیبلوکم، تا شما را امتحان بکنه الله متعال، ایکم، کدام شما، احسن عملا، نیکترین عمل را انجام میدین. پس الله در این دنیا برای انسان کدام فرصتی که داده، لحظاتی که داده، انسان آزمایش میکنه که احسن عمل را انجام بده. آل احسن عمل را مفسرین تفسیر میکنه عملی که با اخلاص بوده باشه
ولو که کم باشه خدایش اخلاص باشه، نیت انسان الله بوده باشه، اینمی را احسن و عملا میگه که انسان به خاطر رضامندی الله با اخلاص الله را عبادت بکنه. آن رب العالمین در مورد مشرکین مکه بیان میکنه که وقتی به کفار و مشرکین گفته میشد که بعد از دنیای دیگه آغاز میشه، اونا منکر بودن از آخرت، الله بیان میکنه ولئن قلت، اگر بویی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مشرکین مکه، انکم ارین شما مبعوثون، شما حشر میشوین، من بعد الموت، بعد از مرگ، بعد از خانه قبر، همه انسان ها زنده میشن بر حساب کتاب. لیقولن، خامخا میگویند، الذین آنان که کفروا کافر شدند، این هذا، نیست این سخن یا این قرآن، نعوذ بالله، الا سحر مبین، مگر سحر آشکار. وقتی که پیام الهی برشان داده میشد که شما بعد از ختم دنیا دوباره زندگی دارید، اینا منکر میشدن. ولئن اخرنا، اگر به تأخیر بیندازیم ما، عنهم برایشان، العذاب عذاب را، الی اینجا امت معنای وقت است، تا یک مدت وقت معدودت تعیین شده. لیقولن، خامخا میگویند، ما یحبسو، چی منصرف ساخت عذاب الله را، چرا نمی عذاب الله؟ الا با خبر، یوم روزی که یأتیهم، میاد ایشان را یا بیاد ایشان را عذاب الهی، لیس نیست، مصروفا دفع کننده عنهم از ایشان، و حاق بهم و فرا میگیرد ایشان را عذاب الهی، ما کانوا به، بسبب آنچه که بودن اینا یستهزئون، دین الله را استهزا و تمسخر میکردن. یک بار عذاب الهی میآید و همه از اینا را فرا میگیرد. در یکی از وقتها در ترکیه یکی از جنرالای بیدین ازی به قرآن تحقیر میکنه و پاره میکنه قرآن، در یکی از محافل شرابخوری چند لحظه بعد زلزله میشه که چقدر انسان در اوجا هلاک میشه و از بین میره. گاه عذاب الله به این شکل بالای اقوام میآید. الله بیان میکنه ولئن اذقنا الانسان، اگر بچشانیم ما برای انسان، منا از طرف خود، رحمتا رحمت، پول، ثروت، آرامی، صحتمندی، ثم نزعناها من، باز را ما از پیشش بگیریم، انه ارینا، می انسان، لیئوس کفور، ناامید و ناسپاس میشه. این انسان هست که او بعدا میآید که عقیدی قوی به الله نداره، تقوا و صبر نداره. وقتی که الله برش همه نعمتها را داده، یک بار امتحان الله میآید، ازش گرفته میشه، انسان ناسپاس میشه. ولئن اذقناه، اگر بچشانیم ما او را، نعماء نعمتها، بعد ضراء، بعد از سختی ها، مسته به او برسانیم، لیقولن، خامخا میگوید، ذهب السیئات عنی، بدی ها از پیش ما رفته. وقتی که الله خوشی ها و نعمت ها را بعد از سختی ها بده، الله را فراموش میکنه. انه ارینا، می انسان، لفرح، خوشحال و فخور، فخر کننده است. ایوازی که سپاسگزار الله بوده باشه که الله برش صحت داده، الله برش توفیق ایمان نصیب کرده، الله رزق فراوان برش داده. وقتی که انسان ناسپاسی و فخر بکنه، عذاب الله شامل حالش میشه. الله ایره بیان میکنه مؤمنان واقعی اونا در هر حالت رابطهشان با الله هست. اگر سختی ها میاد صبر میکنن، الله برشان اجر میده. اگر نعمت میاد شکر الله را میکنن، الله برشان پاداش میده. الا الذين، مگر آنانی که صبر کردن. این صبر را علما ذکر میکنه که یک نوع صبر ای هست که مصیبت میاد انسان صبر میکنه. دوم نوع صبر ای است که در طاعت عبادت سختی ها را انسان متحمل میشه. سوم نوع صبر در معصیت گناه هست که حاکم به گناه هست انسان، اما صبر میکنه و از الله میترسه، گناه نمیکنه. و عمل الصالحات، و عمل نیک میکنه. اولئک می جماعت لهم، از برایشان، مغفرتون، بخشش از طرف الله، و اجر کبیر، و اجر بزرگ. امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر میکنه که اجر کبیر به خاطر الله گفته که همه خوبی ها را
این اجر شامل میشه. الله همه احسانات را باز بر از این بنده نصیب میکنم. آن رب العالمین به خاطر استقامت دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم این را بیان میکنه که فلعلک شاید تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مبادا تو بوده باشه که تو ترک بکنی بعد ما یوحا الیک بعض آنچه که به سوی تو وحی شده. از این که تو را زیاد تمسخر میکنن مشرکین منافقین و تو نشه که تو احکام الله را ترک بکنی. و ضایق به صدرک و تنگ میشه به توسط از سینه تو. ان یقولوا این که میگوین لولا انزل علیه کنزن چرا نازل نشده بری محمد صلی الله علیه وسلم کنزن گنجینی از پول ثروت و طلا و نقره او جاء معه ملک یا نمی امره از او ملک ملائک نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم می آمدن خو اینا نمی دیدن. انما انت نذیر انا اینای پیغمبر صلی الله علیه وسلم وظیفی توی نیست که اینا را مجبور به دعوت بکنی. انت نذیر تو ترساننده هستی تو برسان دعوتت را. والله الله متعال علی کل شیء وکیل به همه چیز نگهبان هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.